استاد جان، به نظر شما ردیف موسیقی ایران باید یه کتاب بدون تغییر و دست نخورده باشه، یا اینکه مثل موسیقی های مدرن روز به روز دچار تغییر بشه؟ خب ببین عزیزم، اصل موضوع اینه که ما اول باید بفهمیم که موسیقی دستگاهی ما و ردیف ما، موسیقی دستگاهیمون در واقع آیا از ردیف جداست یا نه، و آیا ما موسیقی دستگاهیمون رو به عنوان یک فرمول و به عنوان یک در واقع اون بطن موسیقی ایرانی قبول داریم یا نه. ببین، ردیف و موسیقی دستگاهی، من میخوام برات بگم که مثل تاریخ موسیقی غرب یک دوره‌ای بوده. یه خاندانی اومده و موسیقی دستگاهی رو بهش سیستم داده و سیستماتیکش کرده، به اسم ردیف در اومده و شاگردان آنها هم آمدند این سیستم رو بردن جلو تا یه جایی. خب حالا اینکه ما بخوایم بگیم که این ردیف باید در تمام دوران موسیقایی کل تاریخ ایران حضور داشته باشه، همونطور که قبل اینکه ردیف وجود داشته باشه موسیقی های دیگه‌ای وجود داشته، هم از موسیقی خراسانی، موسیقی سیستانی، بلوچ، نمیدونم ترک، کرد، لرب و جنوبی و و و و و. آیا اون موسیقی ها برای خودشون دارای یک شخصیتی نبودن؟ دوران خودشون رو نگذروندن؟ چرا؟ موسیقی ردیف هم دقیقاً مثل دورانی، مثلا برای مثال دوران باروک در موسیقی غرب، یک دورانی بوده و اصلا مختص به حالات و نگاه مردم، نگاه موزیسین، احساسات اون زمان، نیازهای اون زمان، این موسیقی کار شده و بسیار هم غنی و درستابی. آیا این موسیقی در ادامه راه و در دورانهای آینده هم باید همینجور ادامه پیدا کنه؟ از نظر من خیر. چرا؟ به دلیل اینکه هر موسیقی اصلا جدای از اینکه به این فکر کنیم که باید چیز جدیدی ارائه کنیم بذاریمش کنار، مختص به دوران خودشه. بازم مثال میزنم، دوران باروک معماریش، موسیقیش، نقاشیش و و و و و مختص به همون دورانه. و موسیقی کلاسیک دقیقاً دورانش با معماریش یکی بوده. لباس ها در یک کاتگوری بودن، احساسات مردم همینطور، نیازهای مردم همینطور، دوران رمانتیک به همینطور، مدرن به صورت دیگه. موسیقی ایرانی هم باید اجازه بدیم رو به جلو حرکت کنه و این به این مفهوم نیست که ردیف رو نباید دوست داشته باشیم، نه، اتفاقا ردیف رو باید دوست داشته باشیم، بدون که گذشته ماست و ما باید گذشتهمون رو تحصیل کنیم و به رو به جلو حرکت کنیم. ردیف یک کتاب مقدس نیست، یک رپرتوار بسیار درجه، یک دوران خودشه و ما باید حالا حرکت کنیم رو به جلو. بعد در آینده می نویسن که دورانی بوده که ردیف بوده، دورانی بوده که فلان چیز بوده و اسم دوران رو میذاره. بتهوون در دوران کلاسیک خودش که فکر نمیکرده که در دوران کلاسیک هست و فکرش هم نمیکرده که بعد از دوران باروک کلاسیکی به وجود میاد. خب رو به جلو حرکت کرده، استادش رو تقلید کرده، یاد گرفته، همونطور که خودش میگه استادانش هم استادای قبلی رو یاد گرفتن و به رو به جلو حرکت کردن. این رو به جلو حرکت کردن از مسیر آسفالتی جدا نشده. چیزی که این اتفاق اینجا خیلی خیلی مهمه اینه که اونا تعصبی نسبت به سیستمی نداشتن و موسیقی رو در واقع در راستای احساسات و نیاز خودشون ارائه میکردن، مبتنی بر آموزش های گذشته. ولی استاد ما هنوز تو اون ردیف موندیم. حالا ما چرا موندیم تو ردیف؟ بعضیامون موندن تو ردیف، بعضیا دیگه اصلا ردیف رو دوست ندارن.
دورانی که ردیف موسیقی ایرانی نوشته شد و بعدش این موسیقی وارد دانشگاه شد و دوران پهلوی اول غرب گرایی خیلی شدت گرفت و ایران میخواست با دنیا پیش بره، یک تداخلی بین نیاز و احساسات مردم و هنرمند و رپرتواری که از قبل بود به وجود اومد. یعنی اومدن گفتن ما یک سری چیزای جدید دوست داریم بریم، چون دنیا رو دیده بودن و دنیا پیشرفت کرده بود و مدرنیزه شده بود و جاز و راک و فلان و اینا، ما تازه موسیقیمون رو به نوت تبدیل کرده بودیم. متوجه شدی جریان چیه؟ برای همینه که یه چیزی بگم، یه دوگانگی به وجود اومد. بعضی اومدن گفتن ردیف نه، اصلا کلا نه. بعضیا گیر دادن گفتن فقط ردیف. حالا پیشنهاد من برای اینکه این موضوع زیباتر جلو بره، ما باید گذشته‌مون رو تحصیل کنیم. بارها گفتم گذشته یعنی چی؟ یعنی ردیف موسیقی یه بخشی از گذشته موسیقی ایرانه. موسیقی خراسان، ترک، آذربایجان، لور، نمیدونم گیلکی، جنوب، بله هر چه کدوم از اینا بخشی از گذشته ایرانه. حتی موسیقی باستان رو اگه پژوهش کنی بخشی از گذشته ایرانه. و با یادگیری و جهانبینی درست امروز موسیقی رو تولید کنیم که مبتنی بر همین گذشته باشه ولی مال امروز باشه. اینجوری هم احترام ردیف نگه داشته شده و هم موسیقی رو به جلو حرکت کرده. بعدها می نویسن چه دورانی هست. حالا چیزی که این وسط هست این که بعضیا میگن ما میخوایم ردیفتان باشیم. عالیه، فوق العاده است. مثل یک کسی میمونه که بیاد میگه من موسیقی باروک تخصصمه، موسیقی کلاسیک تخصصمه. منم ایشون رو دستشون رو میبوسم، میگم که دم شما گرم، شما مثل یک موزه‌دار موسیقی ردیف ما رو نگه دارید. چرا که نه؟ حتی من خیلی دوست دارم که تخصصهای از قبیل تخصص موسیقی خراسان، تخصص موسیقی لرستان، کردستان، که همه اینا تخصص شه و هر کسی بره اینا رو واقعا تحقیق کنه و نوت کنه و رپرتوار درست کنه و چرا که نه. اما این ربطی به جلو رفتن موسیقی نداره. هنر رو به جلو باید حرکت کنه. همونجور که کلاسیک گذشت، رمانتیک گذشت، مدرن اومد، نمیدونم سورئال، سریالیسم، نمیدونم میکروتونال فلان همینا رو اومد و امروز موسیقی مینیمالی وجود داره و موسیقی مینیمال اصلا ممکن قواعدی که در موسیقی کلاسیک بوده رو هیچ چی اصلا رعایت نکنه، ولی چیزی که هست قطعا استخوان‌بندیش از همون دوران شکل گرفته. شما اگه دقت کرده باشی موسیقی راک شاید دقت نکرده باشی ولی اینو برید تحقیق کنید، پژوهش کنید. موسیقی راک هارمونیش دقیقاً شباهت به موسیقی کلاسیک داره و شما وقتی موسیقی کلاسیک رو، یعنی دوران کلاسیک رو، یعنی 1750 تا 1820 نگاه میکنید همون هارمونی در راک داره به وجود میاد. ارکستراسیون تغییر کرده، صداها تغییر کرده، نیاز تغییر کرده ولی استخوان‌بندی همونه بدون تعصب. پس گذشته‌مون رو تحصیل کنیم، رو به جلو حرکت کنیم. ممنون استاد.